ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. در موج برنامه خوانش بدیعی. دوستان عزیز، مخلصان قصه و حکایه های دلنشین، اینک به توجه شما گفتار 15 از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوهساد هایجا. مرحمت گوش کنید. در بخارا هر کسی که خاک مدرسه لیسیده باشد به نام ملا مشهور است و ملاها اساساً دو صفت دارند: دانا و نادان. و ملاهای دانا آنهایی بودند که مطالعه داشتند و فکر می‌کردند و آنهایی که مطالعه نداشتند و فکر نمی‌کردند ملاهای نادان بودند. و داناها از پی کاری می‌گشتند و نادانها آواز بلند و دعوای منصب داشتند. و گروه یکم شماری خیلی کم داشت، در حالی که گروه دوم شماری از حد زیادی سوادداران را فرا می‌گرفت و محیط چنان سازش و پرورش داشت که گروه دوم گروه یکم را بددین و بدبین می‌دانست و کافر میگفت و بدنام میکرد و به کارهای معرفتی و روشنگری و معموری راه نمیداد و احوال بدین صورت جلوه میکرد که علم و عمل دانایان از آستانه خانه‌شان بیرون برآمده نمیتوانست و جامعه به دنیا بیخبری و فارغ بالی خو گرفت و جنبش ضرور افتاده بود که مردم را از این کرختی کرخت برآورد. و ملا برهان در خانه‌اش مکتب گشاد که از مکتب‌های معمولی مسجد و مدرسه فرق می‌کرد. خواندن و نوشتن را برابر یاد می‌داد و ملا عبدالرحمن که بعد معزول گرداندن رئیس و فراری و گریزه کردن قربان مراد مفتی قهرمانی این میدان می‌دانستند، جامه را چپه پوشید و مکتب نو را کفر اعلام کرد و توده از مریدانش را به کوچه ها برآورد و قشبگی از ترس آن که این ملاها باز بلوا می‌خیزانند ملا برهان را به ارگ دعوت نمود و با فرمان مکتبش را بست و خودش را تنبیه داد و زبان خط گرفت که از همین ساعت به بعد روزنامه نخواند و به مکتب و مکتبداری مشغول نشود الا گیله از خود بکند. و عزیز مراد از سمرقند به بخارا به ملا برهان نامه فرستاد که فاضل محترم، یک در بسته باشد 100 در گشاده است، پرتایید بخارا را، برخیزید و بیایید به سمرقند. در اینجا میدان علم و عمل فراختر. و خود عزیز مراد مبلغ مکتب‌های عروسی شد. مسلمانان از مکتب‌های روس حذر نکنید. فرزندانتان را برید به مکتب عروس، خوانند در مکتب‌های روس و مثل ما و شما نادان و بیهنر و غافل نشوند. و مکتب و مطبوعات روس که فقط شنیدنش غضب ملاهای آسیا میانه را بیدار میکرد، در تاشکند، در خوقند، در سمرقند، در خوجند دامن میگسترد و کم و بیش به بیرون به خیوه و بخارا هم سر میخلاند و مردم بیدار آن قسم کمشمار کتابخوان و گزیته‌خوان که کارهای جهان را به مقایسه گرفته غم می‌خوردند که ما هم فرزند آدمیم،
کی زندگی آدموار را یاد میگیریم؟ و از ناعلاجی فریاد میزدند و فریادشان نه به گوش دولت میرسید و نه به گوش رعیه. میدیدند و معرفت میکردند که مراد از مکتب گشادن و مکتب خواندن، قاریات کردن چند آیت و دان و نادان تفسیر دادن آن و عمر همان آیت ها را خوانده از دسترخوان معرکه ها شکم چرانیدن و به درمانده و کار افتاده ها دعا دادن و موست ستاندن نبوده است. مکتب جای علم و عمل بوده است و مکتب خانی برای دانستن قانونهای طبیعت و قاعده های جمعیت بوده است که انسان جهان را آباد نگاه داشته تواند، چنان که فرنگی ها کردند، چنان که روسا در پیش چشممان کرده ایستادند، چنان که ویکتور کوکلین می کند. و این کوکلین از سفر و سیاحت، از دیدن و آموختن و ترکشیدن و نوشتن و از گازت برآوردن و کتاب نشر کردن هیچ خسته نمی شود، گویا که جانش از سنگ باشد. امروز در زرافشان، پگاه در بدخشان، حالا در بخارا گشته است. بار اول آشکار و آزاد و به هر جای دلش خواهد می رود و یاد می آورد که 200 سال پیش در زمان پیاتر کبیر نخستین فرستاده او به بخارا دستوری مخفی گرفته بود که هر قدر که می تواند راه های شرق را آموزد، راه های زمینی و آبیش را عمیق بکند تا جای امکان دارد سودای مال روس را وسعت بخشد، تواند امیر را راضی بکند که بخارا با روسیه شرطنامه حربی ببندد. اگر امیر میل دارد روسیه عسکر میفرستاند، در قطار سربازان خاصش نگاه دارد، فهمد که کان طلا چقدر و در کجا هاست. بعدها نیز گشتن و دیدن این کشور پنهانی بود. اگر فاش میشد میکشتند و رحم کنند به حبسخانه میپرداختند. حالا زمانه دیگر شده است، مناسبت ها دیگر شده است. امروز سیاه عالمانی روس را امیر خودش پذیرایی میکند، خوشبگی یاری میرساند و حاکم و بیگ راه بلد میدهند که مهمانانی عزیزند و مهمانان عزیز هوس دیدن مزار بهاودین بلاگردان کردند و شحنه پیش در آمد و به آنجا برد و تماشا داد. بالای بام را بینید، در سر خاده ها شاخ گاو و شاخ گوزن، رمز قدرت و شهامت از مقدسات مزار و ملک. سپس به لب حوض برد. آب مقدس، به 101 درد دوا. یک بار آبازی کنید گناه 100 سالتان میریزد. مهمانان عزیز به آب حوض نگریستند. نافرمان، به درونش کرسین ریختگی برین، چرکین، دلنوکش. تبشون خیره شد ولی سیر بوی ندادند، زیرا تعلیم گرفته بودند که هر نیک و بدی ببینید حسیاتتان را ظاهر نکنید، عرف و عادتشان را پاس دارید، به بینش و دانششان ایراد نرسانید، با صبر و تحمل به دلشان جا گیرید. فردا این همه به کارهای ما یار می شود. و به آب حوض در آمده پاک شده برآمدند و شهنبی برد آنها را به خانقاه صوفی و مهمانان دیدند که یک توده جندپوش در سر سلاح‌های خرد و کلان، راست و نیمخیز و نشسته و یانباش دوره گرفتند و سرود میخوانند و رقص میکنند و جر میکشند. ایه ای او اله یاهو الا الله. و خلق بسیار تماشابین اینها بازاریانند. چهارشنبه روزی بازار در اینجا و آنها امروز سه شنبه آمدند و از بیکاری کدوکاری وقت میگذرانند و گفتگوی ذوق‌آوری دارند بین خود. تماشای بی پول، کیف کنید. بهترین جای دمگیری. دایم زیر بار غم هستیم، فقط در همین جا یک دمی بیغم میزنیم به شرافت قلندرها. و شهنه به صحبت آنها شریک شد. مردان خدایند قلندران، مردان خدا از تعقیب و از غم آزادند. دیدارشان راحتی دارد، دل تسکین می‌یابد. هنگامی از مزار بیرون آمدن صورتگیری مهمانان
با رخصت شحنه در تگ دروازه صورت بسیاری گرفت، صورت خران و خرکاران، خرهای در میخ بستگی، خرهایی که خرکار از گردنش داشته است، خر و اسبی که بار و سوار دارد، خرکاری که از پس خر و اسب و بار و سوار پیاده می دود. بعد زیارت ویکتور از شحنه پرسید: کرامات این بزرگوار چیست؟ شحنه جواب داد: حضرت بهاءالدین بلاگردان 7 ماه تولد شدند. در 7 سالگی قرآن را حفظ کردند. در 17 سالگی فوتیدند. ویکتور خندید. من از سن و سالش نپرسیدم، از کار و کردارش پرسیدم. شحنه هم خندید. من انیق نمی دانم. هیچ کس انیق نمی داند. میگویند که زمین بسیاری داشت، رمه های گوسفند، پوده های گاو، گله های اسب و اشتر داشت. خودش آدمی کمگپ بود، بوزکشی و پایگاه را دوست می داشت. به خلق نان و آش می داد. برای همین مقدس است؟ ندانم، برای همین بودگیست. و ویکتور از تاثیرات این زیارت مقاله نوشت و در گازیته ترکستانسکی ویدامستوی چاپ کنند و از حیات مردم آسیا میانه مقاله ها نوشتن و کتاب ها برآوردن از طرف عالمان روس خیلی با رونق و رواج بود و برای تهجایی ها این همه تشویش یک کاری نو و بیهوده می نمود که بیکار مردمی هستند این عالمان روس. جان کاهانده پست و بلندی زمین را چین می کنند، بوته و درخت را می شمورند، از گل و علف نمونه می گیرند، در کوه و کمر می گردند. چی منفعتی می بینند از این کارها هیچ کس نمی داند و مردم بومی به حال تباهی و نادانی عالم سیاحان روس می خندیدند که ساده ها چیزی گم نکردند و کافته می کردند و عالم سیاحان به فهم و فراست و نادانی بومیان می خندیدند که حوصله کار ندارند، کشورشان را نمی آموزند، روزگارشان را نمی آموزند و خود روزها می آموختند. و در آخرهای بهار، در موسمی که سبزه دشت ها هنوز نویغیده است و دشت و دمن یکسان از علف و گل مرغک می رود و کشت ها سرکشیده است و درختان از گل فرامده میوه آب گرفته است و آبها از بین سنگ و کرفس و حلبو روانند، روز قافله عالم سیاحان و عالم جاسوسان از دامنه کوه و ادیر حاجی ایپک می گذشت و این منظره مفتونشان کرد و ویکتور برای پیتربورگ متن تلگرام ترتیب داد. حاجی ایپک خوب و خوش مکانی است. برای مهاجران ما جای بهتر از این یافتن دشوار است. اقلیمش به اقلیم کامینسک پادولسک مانند. گندم و جو خیلی خوب می روید. در کوهستان بخارا گمان می کنم که این خیل جایها خیلی بسیارند. ما در آموزش و فتح منجوریا وقت از قوه زیادی صرف می کنیم ولی ثمره کم می برداریم. میدان جولان ارزان اینجاست. خطاها را اصلاح بکنیم، منفعت بیشتری می بینیم. و پیاده و سواره قدم به قدم کوتاه می کردن راه شهرها، دیه ها و راه وادی ها و دره ها و در همه جا استقبال گرم و گسیل نرم می دیدن از حاکمان و بیک ها و به هر جای رسن صورت می گرفتن، طرح می کشیدن و حکایت و روایت شنیدهشان را می نوشتن و بر روحیه مردم شناس می شدن و نام محل ها و از کدام جانب بودن دری خانه و آغل ها را نشان می دادن و از محله تلاشکان که باشندگانش هر چیزی را بینن تلاش کرده می گرفتن بی آزار و بی ضرر گذشتن و به زیست و زندگی نان طلبان ترکمن های قحط زده که به امید یافتن یک لقمه نان قدر رودی آمو فرامدند شناس شدند و از همواری ها و شکستگی ها گذشته به دره در آمدند. دره تنگ، بوتزار، پر از ناوه و زاف و در بالا شاخهای بلندی جولین و قله های نوکتیزی پس و پیش و دراز و کوتاه
و در قر یک رودچه تیز جریان که رفتش راگردی مور را نسخه برداشته است و راه پرخوف و خطر و از بغل کو از بزرخه ریگریزی نیشیب دو سوار از پیش پیدا شدند. از سواران و از پایشان میده اندکی کلانتر از خر و در این طلاق بیراهه چنان چالاک راه می‌گردند که گویا در دشت وسیع باشند. این سواران را املاکدار قینر فرستانده است که مهمانان عزیز را پیشواز بگیرند و را بلد باشند که از تنگی بزغال خانه صحت و سلامت بگذرانند. و در دهان تنگی یکی از آن فرستاده ها به ویکتور لاف زد. از این تنگی هر کس گذشته نمیتواند. در اینجا سربازان حضرت اسکندر خاک شدند. به هر کس راهی گذر نمیدهند، فقط به من راهی گذر میدهند. من دعایشان را میدانم. و ویکتور از دل گذران: چی مردمی هستند این مردم؟ الکساندر پیش از میلاد نیست شد. یک جلاد بود که به جهنم رفت. اینها در آخر عصر 19 میلادی او را شما میگویند و از خاک سربازانش میترسند. باز امیدشان به دعا، غیر از دعا دیگر امیدی ندارند. گویا زبانش خارید که این سخنها را گوید به راه بلد، ولی خودداری کرد. در پتربورگ در وزارت حربی به آنها تعلیم داده بودند و هر روز تاکید و تعقیب میکردند که امپراتور اعظم فرمودند و همیشه در یاد دارید که ما استیلاگر نیستیم، ما خلاصگر هستیم، ما تحقیر نمی کنیم، ما همدرد می شویم. ما باید بدانیم و یک لحظه فراموش نکنیم که قرآن و شریعت و عادت 3 رکن و 3 بنیادی هست که حیات و ممات مردم آسیا میانه را اداره می کنند. رعایت شریعت و عادت به خصوص قرآن که ریشه آنهاست واجب است بر ما. اگر می خواهیم تنها غالب و حکم فرما نباشیم، اگر می خواهیم فرد و صاحب این ملک باشیم و با مردمش آنچنان مخلوط بشویم که به یک گوشه خاک دولت پرشفقت روس بودن آن کسی شبهه نکند، از این فرموده سری موی بیرون نرویم. و ویکتور از یاد می دانست این متن را و سری موی بیرون نمی رفت و این معامله به تهجای ها خوش می آمد و کسی از عروس ها شناس داشته باشد باعث افتخارش می شد و حتی در جامعه یک نوع امتیاز هم می داد که جوره عروس دارد. و ویکتور سخنان نوگی زبانش را فرو برد. دعایش را دانید ما را صحت سلامت می گذرانید و از لجام اسبا داشته و از گوشه باری خرها برداشته و پیش پا خورده و لغزیده و خیسته و به آب و عرق غوطیده گذشتند از بزغال خانه و در دهنه خوابیده و خورده بعد 10 روز به خود آمدند. کوفتی راه برآوردند و خر و خیمگلشان را دم دادند و ویکتور در روزنامه اش نویست که دهنه پیش از سلطنت منغیتیان شهر آبادی بوده است. گربه از دهنه تا به ترمیز روی بام می رفته است. بازار ترمیز آنچنان کلان و آنچنین سیر آدم و سیرمال بوده است که صدای گیروته و رو بیایش را در بلخ می شنیدند. الحال از آن آبادی ها چیزی باقی نمانده است و به عنوان وزارت حربی به شهر پتربورگ تلگرام فرستان: وادی حصار را بگیریم، مناسب است که دهنه مرکزش بشود. و در قرطاق در ضیافتی که بیک حصار به احترام مهمانان در لب رود آراسته بود، ویکتور صفت شهری دهنه کرد. موقع خوب دارد لیکن آباد نکردند. وقتش می رسد و آباد می کنیم. عموما در امارت بخارا آبادی قدر ندارد. وقتش بیاید تغییر می دهیم این فهمش را. ثروت در اینجا از ثروت اورال بیشتر است و کمتر نیست. بیکی حصار لقمه پرتاف: من اعتماد دارم که بخارا باز قامت راست می کند. غضب خدا بی آخر نیست. شاید، لیکن به این قریبی ها نی. تو عزیز مراد به زبان خودتان ساده کرده به اینها فهمون که دوران بخارا به بازگشت گذشت، دیگر مداری خیستن ندارد.
به ترجمه فهمیدیم. رنجید بیگ: شما علم غیب را میدانید؟ نه، من غیب دان نیستم، ولی همین قدر میدانم که صاحب مال و ملک همان کسی است که این و آن را سرشته و استفاده کرده تواند. روی زمین و تگ زمین این ملک پراپوری ثروت، ولی آن را کسی سرشته نمی کند و کسی استفاده نمی برد. نمی دانند و نمی توانند. خودتان نتیجه گیرید. با چنین احوال قدرت از کجا پیدا می شود که قامت راست بکند؟ و در وادی وحش به منزل نرسیده شب شد و مسافران در زمین بوز در نزدیکی نیزار عظیم بار فراوردند و خواب کردند و سری صبح عزیز مراد به ویکتور خبر داد: از 12 جفت پایافزال یک تا هم نیست، همه‌اش را دزدیدند. دوی بدی که حصار گرفته است ما را. و به مغز سر ویکتور تیر برین رسید. باز دو مردم لوچ و گرسنه چیزی به چشمشان رسد غنیمت می بردارند و می برند. دو چی دخل دارد به این؟ رابلد خجالت کشید. در این نزدیکی ها دیه نیست، آدم نیست که دزدی کند. خزیندار ویکتور: پر برآورده پریدند، به آسمان رفتند. رابلد: به آسمان نه، البته شغال ها بردند. در این جاها شغال دوست بسیار. عالم سیاحان تا شهر قرغان تپه پای لوچ رفتند. در بازار قرغان تپه تصدیق کردند که پای افزال ها را شغالان دزدیدند و این خیل واقع ها بسیار روی داده است و در بازار موزه نیافتند و ناچار کفش و محسی خریده پوشیدند و در قبادیان در کوه پیاز در راه دندان شکن کفش و محسی ها درید و یک روز همانجا ایستاده کفش و محسی ها را کوک زدند و در بیه کردند و ویکتور از علم به سری خزیندار دوغ زد. من گفتم و باز تکرار میکنم که ما به این کشور کم اهمیت میدهیم. لااقل در همین جا یک اسکرخانه می داشتیم این قدر عذاب نمی کشیدیم. بعد نظارت عمودریا هم آسان می شد. ما صاحب 550 میل راه کشتیگرد می شدیم و در سمرقند هنگامی از ریگستان گذشتن دیدند که در میدان بیرون مدرسه شیردار یک مرد قامت بلندی قلندر مشرب تنبور می زند و سرود می خواند و مردمی که به بازار می روند و از بازار می آیند غم شده گوش می کنند و ویکتور از عزیز مراد پرسید: چی می خواند؟ عزیز مراد ترجمه کرد: می خواند که پهلوانی به گرده نمانده است. مردم لباس زنان پوشیدند. دیر یا زود گرده‌داران پیدا می شوند. زنان لباس مردان می پوشند. و چهره ویکتور تیره شد و در قبول گنرال ابراموف او جنجال برداشت. راه دادن در کار نه. به این خیل حافظ ها شما این مردم را به اختیار خود گذاشته اید که ممکن نیست. او من سست می جنبید. تا حال در شهر سبز، قرشی، شیرآباد، بایسون، قبادیان، کولاب و درواز یگان قسم حربی نیست. تلگراف و پشت نیست. گنرال ابراموف تبسم کرد. مسکو را یک باره نساختند. الحال نیست، فردا می شود. شما گفتار 15 را از رمن تاریخی ادیب شناخته نویسنده خلقی تاجیکستان اورون کوساد هیجا شنیدید. کارگردان نگینه ابراهیم، صدا بردار منظوره یوسف، گوینده قطبیه اکرامی. خیر، تنصیحت و خانه آباد باشید.